لیکن فرو بردن غضب از صفاتهای اهل جنت است. الله تعالی که وسارعوا الی مغفرة من ربکم، به سوی مغفرت پروردگارتان شتاب کنید، و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، با آن جنت شتاب کنید که برش وسیگی زمین ها و آسمان ها. اگر زمین و آسمان اگر همش جمع کنیم چقدر مسافت داشته باشد، بری جنت همان قدر است. درازش فقط الله تعالی میداند. همین جنت برای بنده های با تقوا ساخته شده است. شما با مغفرت الله تعالی و جنت الله تعالی شتاب کنید که این جنت برای متقی ها آماده شده است. متقی ها کی است؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغیظ. متقی آنهایی که در وقت تنگی و در وقت وسیگی خیر و سخاوت میکنند، هم در وقت داشتنشان هم در وقت نداشتنشان به قدر امکان خیر و سخاوت میکنند. والكاظمين الغیظ، غضب خود را فرو میبرند. غضب میبیاد غضب فرو میبرند، یعنی طبق فرموده غضب عمل نمیکنند. والعافین عن الناس، بدی مردم عفو میکنند. اون به عوض نیکی شما بدی کرد شما عفو میکنید، میبخشید. الله تعالی ثنا گفته است به این گونه آدم ها.